سلام. شب و روز شما در هر تایم از شبانه روز داریم نگاه میکنیم این اپیزوده رو بخیر. امشب در خدمت یکی از اسطوره ها و یکی از پیشکسوت های ورزشی تایباد هستیم. کسی که بره نسل کمتر شاید شناخته بشه ولی بره نسل پدر مادرای بسیار شناخته شده است و خود به شخصه با خاطرات قشنگی که با همیشه تعریف میکرده از ایشون که کارهایی که انجام میدادن تا تایباد بزرگ شدم. همیشه برام سوال بوده که آقا کی است که اینقدر مثلا بابا خاطره داره از این و داره برام تعریف میکنه. این افتخار دارم که امشب در خدمت ایشون باشم. اما قبل از این که طبق رسم اپیزودهای قبلی ما بریم سراغ اصل کار و اصل موضوع، یک کلیپ آماده کردیم این با هم ببینیم و بعد برگردیم به مهمان امشب برسیم. در خدمت اسطوره موتورسواری و پرش با موتور تایباد و چه بسا ایران هستیم، استاد امیرشانس تیمورشاهی. خیلی خوش آمدید استاد. سلامت باشین. ممنون. فکر کنم چند روز قبل که ما قرار بود با هم دیگه صحبت بکنیم یک کسالت خیلی کوچیک هم برای شما پیش آمده بود. بله، یک مقدار رفت شده. افت فشارخون داشتیم یا بله چیش خورده بودن احتمالا. الان که حال شما بهتره؟ حال بهتره، خیلی خوبه. یک سواله، یک چیزی که واقعا برای ذهنم امشب خیلی سوال بوده که گفتم مثلا اول بپرسم از شما. اولین باره که امیرشانس تیمورشاهی سوار موتور میشه، اولین باره که سوار موتور میشه کی بود؟ موتور بابام بود. پدرم خدا بیامرزه یک موتور خریده بود، وقت کارمند دارایی بود، منتقل تایباد شده بود. بعد موتور مشهد خریده بود اون موقع به 3000 تومان، 2700 تومان قسطی. چوپا 2 تا زین داشت. خیلی آلمانی بود موتور، خیلی موتور خوب بود. بابام خیلی ما چند سال شما بود؟ وقت من کلاس مزنش 5 اینا بودیم، 5-6 دبستان. بعد از شد که بابام هرچند ما مرسه که تعطیل میشن تو عقب سوار میشن، لذت مورد راه بود. گاه وقت مرا به روستای استای اونجا ملک ابلاک داشتیم. بعد ما ادعا کردیم که الان نرسیم که بیشتر موتور سوار شیم، دوشایی نرسیم ای راه از واقعا عاشق موتور اینا بودیم. قبل ما چرخ سوار بودیم، با چرخ میرفتم به 45 کیلومتر فاصله از اینجا تا استای اینجا که با دوچرخه هم رفتن استای؟ با چرخ میرفتم. بله، لذت می‌بردم از صحرا و بیابون اینا. متولد چه سال هستین؟ 1325 اسفند 25. ماشاءالله. بزنم به تخته الان که چیش نخورین خدای نکرده. از مدرسه خودم بگین کجا درس خوندین؟ کدوم مدرسه؟ معلمان شما کی بود؟ ما هم مشهد درس خوندیم یک مقدار، کلاس اول دوم. بعد بقیه شد یک زمانم مشترزه خوندیم، باز بقیه شد تایباد. تا سیکل تایباد گرفتیم، بعد دیگه نداشت. بعد رفتیم به شاه تایباد تربتجام، اونجا درس دیپلم تربت گرفتیم. یعنی مثلا دبیرستان دیگه تایباد نبود دیگه؟ بود دیگه، سیکل بیشتر نداشت. یعنی فقط تا سیکل بود، برای دیپلم بعد میرفتین دیگه؟ برای کلاس 10 11 و 12 به حساب در ما گفتیم. اول و دوم سوم دبیرستان تربتجام درس خوندیم ما، دبیرستان سینا. بعد تهران رفتن شما انگار از موقعی بود که دیپلم گرفتیم. بعد رفتیم سربازی کردستان خدمت کردیم، سپاه دانشگاه دیگه، سپاه چی بودیم اسم خوب داشتیم، درجدار بودیم، ارتش. خلاصه اونجا بعد اونجا که تمام شدیم آمدیم استخدام شدیم، همین تایباد معلم شدیم. همین تایباد 1-2 سال معلم بودیم. بعدم دوره شد تربتجام دیده بودیم
دوره پیکار و بیسوادی بود اولین شغل شما انگار معلمی بود. بله معلم بود. اول شغل کارگرقند بود، کارگرقند جام. نو افتتاح شد سال 49. بله 48 اینا افتتاح شد. ما سربازین که آمدیم رفتیم استخدام شدیم. ما بابا که ما رو تو کارخانه نگه میدارن که خوش میاد، جای پر سر صدا و شروع پلو. ما رو داخل دفتری انداختن تیباد. بعد 7-8 ماه بودیم، بعد معلم استخدام رفتیم که اداره فرهنگ هم کوچه فرهنگ اونجا اداره اونجا بود. گفتم آخه معلم شم فرهنگ برو مدرس بیاد. رفتیم سر کلاس 4 دبستان شروع کردیم درس دادن. همین وقت تخت جمشید به اسم مدرسه که ما معلم بودیم. آقای عصری بچه تربجان بود رئیس بود. آقای تکلو بچه که عبدالآباد اینجا بود، اونم که ناظم بود. پس شد ده شما گفتن که اول کارخانه قند بود، بعد یک آمدن دیدن کار کارمندی و اینا خیلی حال نمده، آمدن بیرون اداره فرهنگ. بعد از ای که معلمی و او پیکار و بیسوادی و اینا تمام شد چی شد؟ خب یک بودیم نامرسون در زد آقای تهان خدا بیامردش. پسر جمعی چند وقتا بود کرد فیض محمد تهان میشناختین؟ اون معلم با چسته بود، سیویل داشت، آدم باحال بود. دیدم مگه تلگراف پردام تلگراف خواندم امیر تیمورشاهی پوری حرکت تهران دارایی قبول شدی، دارایی. گفتم بریم ببینیم با هواپیما حرکت کن بیا. گفتم ما که بلد نیستیم هواپیما چجوری سوار میشن، کجا باید بریم سوار شیم دیگه. رفتم قطار، گفتم ولش کن قطار رفتیم سوار شیم تهران. رفتیم دم دارایی، بابام خواهرم شهزاد اونجا بود، اون معلم شده خواهرم الان مشهده. خلاصه دارایی 200-300 نفر جمع بودن، با مسابقه کرد و فلان این بر اون بر کلاس گذاشت برامون. بعد دیگه شدیم کارمند دارایی. چه مدت دارایی تهران بوده؟ 6-7 سال بودن. بعد فکر کنم زمینه آشنایی شما با خیلی از آدم معروفا، چون فکر کنم یک منطقه خوب از تهران کارمند بوده. بله. تمام اداره دارایی رقم خورد. تو دارایی بودیم. بعد دیگه بعد از ظهر دیگه تو کار موتور سواری بودیم، رفیقا و تپا بسواد و حالا ما خانه شده وقت ما تپا بود. بعد تا کی تا چه زمان دارایی بودن؟ بعد از این 7 سال برای چی آمدن بیرون؟ بعد دیگه هم گفتم پرش کنیم از شهر بوشهر پرش کنیم. یعنی دیگه حال نمیداد کار دارایی مرخصیم نگرفتیم، یعنی جب کمپک بودیم دیگه. بگن تو کارمندی خود داشته برو مرخصی بلوغ بگیر. مرخصی دیگه غرور داشتیم، غرور جوانی. یعنی ما گفتن که دیگه کارمندی به دردم نمیخوره، ما باید کمپر باشم. میریم مسافرت. از میاد اینجا مالیات میدم. اوزیم خود ما بود، خانم عدیه یکی دیگه ملموتی. ما مثل اینا میخوام بگره خودمون اسم و رسم همین کارا بکنیم. بله. بعد اولین موتور کی خریده؟ اولین موتور تریلو سال 49 خریدم، یاماها 250 ژاپنی. اصلا چی شد که یه دفعه از چی شد رفتن سمت موتور سواری تهران؟ خب دیگه موتور بابام سوار میشم علاقه داشتم. خب بعد بابام علاقه از بچگی بوده؟ بعد از بچگی با چرخ و موتور ما از اون قدیم تو خط بوده. بعد تو فیلم دیدم با موتور تریل یک هنرپیشه بود از یک جا پرش کرد. اول ما گفتم این دروغه، با موتور مگه میشه پرش کنه. خلاصه بعدن که تهران رفتیم خلاصه موتور رو دیدیم یا کجا داره پلانجا. رفتیم از دم به حساب 4,000 تومان دادیم و قشت 1 ساله 10 ماهه به 8,000 تومان 7,000 تومان. خلاصه خریدیم و سوار شدیم. اما اتفاقا همون شب بابام خدا بیامرد تهران دیدن ما. بعد با موتور آمدم حیات شب هوا سرد زمستون، باباشم موتور رو خریدن. خب مبارکه بیار تو. نه یک دور دیگه بزنم میام. هوا سرد، یخبندی، نه عینکی، نه دستکش، نه کلاه. بعد همینجوری توی خیابون پهلوی کجا راه رفتن. از بس لذت داشت. تریل 250 شاسی بلند تریل 250 گرفتم. بله. یعنی اینقدر شوق داشتن که تا زمستونم دیگه همون گرفته بودن تو خیابونا. سرما حالیم نمیشد دیگه. تمام دستم یخ زده بود دیگه حالیم نمیشد.
خلاصه و صبح رفتم اداره موتور نبردم، گفتم موتور تو اداره کجا بذاریم؟ بود جا بود ولی خب میترسیدم. خلاصه با تاکسی یا پیاده میرفتیم اداره. ساعت 2 که میشد دیگه فوری بدو می آمدن. ها دیگه فوری می آمدم موتور برم داشتم راه بردی برو. تو بعد چند وقت رفیق پیدا کردیم موتورسون یک تو جمعن برشون باید استادم گفت بیا که این فیلم ردیر میکنیم هر جا میرین دوبال ما بیا. اتفاقا بیک اینا با یک فیلم درست میکردن. امیر شیروان کارگردانش بود. بعدش که از اینجا برد اطراف تهران یک جای بود شاداباد میگفتن که بچه ما پرش میکردن. ما شروع کردیم پرش مکرد تو که زن بهتر میپری باریکلا کارگردان. بعد کم دیگه با بچه ها رفیق شدیم مثلا جمعه ما میریم همینجور تو خیابون موتور سواری میکنن. یکی گفت بیا بریم ویدیو ضبط کنیم. نه اونجا جمع بودن یک جایی. بعد نر پیشا اینا بودن ما دیدم باز نگاه میکردم دیدن شلوغه رفتن دیدن اینا فیلم برداری تو هم بیا. اسم فیلم یاد شما نیه فیلم که پریده؟ فیلمش به نظر من یک مرد اجاره بود. فیلم مرد اجاره بود. یک مرد یک شهر بود. بدل رضا بیک بود. بله. یک چیز جالبه که مثلا تی داستانای کالم با آقای یا پسر شما دکتر یا صحبت میکرده و خب تا عکس‌ها شما هم زیاد دیدم از او این توچاله. من مدارم که اصلا یک بخش از تفریح شما بوده صعود به توچال با موتور که الان فکر کنم خیلی کم بشن، فکر کنم تقریبا اجازه نمیده. خب اون زمان که آزاد بوده یک روزنامه ما دیده بودن که حالا عکسایی هست باز میشینه خدم نگاه میکنه. ما داستان اون مسابقه رو به ما تعریف کنه که چند نفر موتور سوار قله توچال بود مسابقه بود. موتور سوار از ژاپن آمده بودن. بله ژاپن قهرمان ژاپن اسم ایوا بود. ما بود بدل شد که 70 نفر. حالا بعد مجله نوشته بیشتر ولی ما 70 تا شرکت کردیم. تایم تریل عطا بهمنش هم بود که مجری شنیده اسمشو؟ شنیدم. عطا بهمنش مفسر ورزشی بود. خیلی آدم باحال بود. از شهرستانه که تور چالوس که از پشت تهران از کرج میره از اونجا راهی بود به حساب مالرو قله توچال. ما نفر دهم بودیم که حرکت کردیم. تایم تریل بود. اول نفر ما رسیدم از ژاپن همه جلو زدن. یعنی ته مسابقه که قهرمان موتور سواری ژاپن ته او زمان هم حضور داشته شما اول شده بودید؟ بله او دیگه تو پیست اینا خیلی از ما بهتر بود تو پیست ولی تو کار کونوردی نبود. موتور شما ژاپن آورده بود موتور 400 شد. من 400 اتفاقا 400 سی سی نداشتم. رفیقم داشت گفت ما 360 بود 300 بود گفت با موتور ما برو. خودش که استابنا بود رفیق بود گفت با موتور ما برو. موتور لاستیک نداشت لاستیک نو براش خیلی انداختم با همون شرکت یک تمرین رفتیم باش. بعد چی اول 41 دقیقه و 28 ثانیه اول شدیم. نفر هفتم شد تو 2 ساعت یک کنیم بردن 2 ساعت شد. چنگ شیران بود فرز شیران برادرش. یعنی او یک همکاری هم من میدونم که با شرکت یاماها داشتن بعد از همین قضیه موتور سواری اتفاق افتاد. بله تستر موتورها اینا بودن اگه اشتباه دیگه شرکت ما رو مثلا پریش میکردیم پلان میکردیم تو مسابقه شرکت میکردیم. ما رو خیلی علاقه داشت. خدا بیامرد آقای توسلی بگفتم ما پدر موتور سوارا. بعدا دیگه که مشهور شدیم شرکت میگفت به موتور بفرستیم برای قهرمانا. میرفتیم موتور نو تحویل میگرفتیم سوار شو برو. ته عکس‌ها شما یک حالت این شکلی هست چی میگن به گردونه توقه. توقه کجا بوده؟ ابتکار خودم بود. در ایران تا حالا از اون کار نشده. در خارج میگن شده. یعنی اولین بار شما انجام دادید؟ ما اون رو ساختم در اصفهان به حساب که از زمین سرعت بگیریم بریم توش بتابیم بریم بیرون. ما بغلاش بود حفاظ میداشت مثلا نرده میداشت نه 10 سانتی 15 سانتی
گفتم ولش یک دور که میزنه کار میشه. باد یک ماه گذشته بود جرات نمیکردم برام. یک ماه خوب رنگ زدین دور بر چی بر میله زدین که لم نخوره لولو بلند عکساش هست. یک روز دوشنبه بودم باد دیگه کلا موتور سواری و نرمش کردم ورزش کردیم و خلاصه آماده رفتم تراویح 2-3 بار رفتم ولش کنم رفت سقف رد کردم پایین یک دیگه بود که برسه راه خروج از اون بغلش افتاد بیرون عوض بفرته رو زمین همونجوری نکرد ایتر بود 2-3 بار لاغ به هوا زد و یک بار ابرا یک بار زمین یک بار دیدم که دیگه دور برم سر صدا شلوغ پلوغه صدای آمبولانس میاد خلاصه هیچی دیگه بردم آسیب دیدگی جدی هم همون یک ماه بیمارستان بودم اصفهان. این دست من شکست این دست من که از سرم بس بود این دست من تو آتل بسته بودن که بعدن گچ بگیرن جراحیش کنن. دوباره هم رفتن بعد از اینکه خوب شدن تو دوباره نه دیگه دوباره بعد تو دیوار میچرخیم دیوار مرگ استوانه تو اون نه دیگه اون دیگه فرصت نشد. اون دیوار مرگ هم که میگن فکر خود شما درست کرده بودن. بله چه تیباد آورده بودن نور موقع تهران بودیم میرفتیم اسرا بچه‌ها تهران تو پارک ارم اون زمان پارک خرم میگفتن بغل 3000 نفریه. خلاصه دیگه دستگاه نو گذاشته مشهد دیده بودم جانورال ترکیه میچرخید تو پارک ملت دیوار ولی تو پارک ارم دید دیوار نو گذاشته چرا کار نمیکنه میگم موتور سوارش پاکستانی نیومده بذار ما تمرین کنیم یاد میگیریم براتون میتونیم ما موتور سوار همه فنحریفیم. خلاصه بریم پلو رئیس رفتیم پلو خدا خرم رئیس پارک خرم بود. آقای خرم ما میخوام تو دیوار بچرخیم. گفت خب میتونی؟ خب باید تمرین کنم دیگه. گفت موتور تو شب رو بچرخ. یک 2-3 شب رفتیم یک بار زمین خوردم همه پایینه میچرخیدیم خلاصه موتورش کمکانو کج شد. گفت نمیتونی یاد بگیری برو موتور خودت بیار. گفتم باشه من خودم موتور میارم. رفتم شرکت یاما بود یک موتور بدیم میخوام تمرین کنم. گفت برو هر موتوری خبر دار. همینجوری دادن برای شما موتور؟ همینجوری شرکت یاما خیلی عالی بود. یک موتور گرفتیم شروع کردیم تابیدن و یاد گرفتیم. اول کدام ما به دنیا دور زد میچرخه گیر میشه. ای ورده ای موتور بچرخه اصلا خلاصه آخر یاد گرفتیم. به هم رفیقان بودن مرشاد نراقی و کیو همه بچه بودن بچه تهران. بعد همون دیواره رو آوردن تیباد یا نه ساختن؟ یاد داشتم مال پارک بود دیگه. بله خلاصه بعد که آمدن دیگه تیباد چه ما که بلدیم یکی خودم مسازم رفتیم ماشین ما رو فروختیم به 100,000 تومان وانت داشتیم وانت خود 70,000 تومان فقط لوله و تخته و دستگاه جوش و دلر و فرز و همه چی گرفتیم. هم دم سر قدیم پدر ما شروع کردم ساختن دیوار مرگ پس تیباد ساخت. بعد ساختم بعد بابام نگاه میکرد خب موتور میخواد کجا بچرخه باید رفت درست میکنی چی؟ نه همینجوری مگه میشه؟ آره میشه. خلاصه بعد که تابیدیم تموم شد 40 روز طول کشید تا ساختمش. 2000 تا سوراخ برد با دلر سوراخ کردیم پیژماره و تخته و 10 تا 20 لنگه شد لنگه دیگه که بغلم باز بس میشد برای حمل و نقلش. خلاصه چی بعد که شروع کردیم تیباتی میامدن تماشا آمده بودن دو پله بالا تماشا میکردن و ما چرخیدیم بلیط 5 تومانی. بعد یک بار مولوی صالحی و با طالباش آمدن خدا مولوی کریم دادی آمدن بالا اما ماشون معلوم بود و نگاه میکردن. ما شروع تابیدن یک بار قب شدن دیدن چه میدیم آدم ها رو که همه بیجان نشسته بودن خطر امانی بودم خطر
خلاصه هیچی دیگه. بعد چند وقت گفتیم بود یک ماه کار کردیم تیباد، بعد گفتیم تربتجان. تیباد تربتجان چند وقت بود، بعد اینجا بردم به چیز خواب. به خواب چند وقت بودیم، یک پروش خوبی نکرد خواب. بعد آمدن شرک بخار، بعد زنگ زدم به بیرجان، برف آمده. بیرجان قبلا پرش کرده بودیم بیرجان. الان کجا دیوار مرگی؟ الان توربیدریه. الان اونجا. الان 17 سال توربیدریه تو پارک. استفاده میکنن اونجا؟ خودم کار میکردم. من میرم بشه توربت دراش باز گذاشتم. هر کی میخواد یاد بگه، همین کسی یاد نگرفته. او پایینا میچرخن. خب یک دخترم از کاریز آمده بود یک چند وقت با پدرش. الان راننده اتوبوس شد همون دختره، مدرسه از میان. یک هفته هم پایین میچرخید، خوبم میچرخید. تو میتونی ببر بالا دیگه، یک کفر رو اینجوری کن. الان که ته خیابون رامرن، بله، موتور بیشتر موتورا رو نگاه منن یا موتور سوار رو نگاه منن؟ ما عاشق خود موتوریم. من به این برسم که به هر حال شما یک تجربه دارین، یک پیشینه دارین ته موتور سواری. تو پیست بشه. بله تو پیست. کلا یعنی منظورم یک ته ایران شما خیلی از قدیمی ها و کار درستا دارن میشناسن. من تا به حال ندیدم و نشنیدم. مثلا بابام بگه مثلا زمان که ما جوان بودیم، مثلا امیرشانس می آمده چی میفهم معکوس مکشیده ته خیابون، یا نفهم مزاحم یک نه تو شرمش برنامه. بعد اگه او جوونه که الان داره شما رو میبینه، فیلم شما بعدا قراره ببینه و عشق موتوره، عشق موتور سواریه، مثل بشن یک نصیحت رو بکنه راجع موتور سواری ته شهر، راجع به تک شخص زدن حرکات نمایشی، چی قراره بری بگین؟ تو شهر اصلا نباید این کارا بکنن دیگه. مال اول بدون کلاه سوار میشن دیگه، تو خیابون رو ویراژ میدن، خیلی اشتباه میکنن. خیلی آخر دستباش میشکنه بیمارستان. حالا بشکنه آخر خوب میشه، ولی خوب نقص خود میشن بعضی وقتا، قطع نخواه میشن فلان. از این اتفاق خیلی افتاده. خیلی اینا باید برن گاهی وقتی بیمارستان یک نگاه بکنه از کسانی که با موتور زمین خوردن کار شدن. مثلا پیشنهاد خوبه. حالا فکر کنم دادستانی یا قضاتی چیز داشته باشن، قدرت داشته باشن. چند وقت پیش اتفاقا خودم بیمارستان بودم، چند تا موتور سوار که آسیب دیده بودن آورده بودن، گفتم میشه اصلا به جایی که یک جور مجازات بشه که مثلا طرف 2 روز بفرستیم بیمارستان کمک کنه ته اورژانس ته نگهبانی یا کار دیگه بگینه بره مثلا یک موتوری بیاد، یعنی یک بار طرف ببینه چه آسیب قراره بخوره، چه ضربه قراره مثلا به خود یا خانواده وارد بشه، فکر نکن دوباره گاز بده ته شرکت. راجب آسیب دیدگی ها خون بریم ما میگن آسیب دیدگی ما خیلی کمه. خیلی اگه اصفهان کمی دست من شکست تو چیز و تو توقع تابیدیم. یک بار از کال مولانا تیبات برش کردیم تا زمین خوردیم، ضرب نخوردیم، یک کوفته شد. یک بار تو توربیدریه تو دیوار میتابیدیم، موتور سر خورد، زمین هم نخورد، اینطوری بغل تختا به چغا رو زمین دسته به تختا گیر کرد. ما خنده گرفت. یک از رفیقان با ما چای داد، نفهمیدم تو چای چی رخته بود، چی بود، کم گیج شده بودیم. فکر کنم از هم بود. خواسته خودم افتادم پایین، موتور چرخید رو زمین، سوار رو زین. بعد ما رو خنده گرفت، سر خوردم پایین، پام نیامد، پام شکست. این پام توش پلاتینه، همین پام دیگه. اتفاق دیگه نه دیگه. ماشاءالله خدا رو شکر شما آرشیو خیلی کامل و خیلی قشنگی داره. یعنی تا این مدته که حالا با مشتاق ما یکی دوباره آمدیم خانه شما خدمت شما آلبوم و عکس شما گرفتیم، ما که خیلی کیف کردیم. از تی عکس‌ها شما یک چند تا عکس انتخاب کردیم، حالا الان میارم مشتاق بره شما اینا رو یک مرور خدم بکنیم ببینید خاطره چیز اگه زنده بشه. بله. عکس اولی این فکر کنم این بیرجند، این خبرنگار خالدی، خبرنگار بیرجند مصاحبه کرد با ما. به دست خود استاد اینجا یک چیز جالب گفته بودن. از اینجا بگیری تو رد کنه قبل از اینکه رد کنه یه عکس یا شما این مادرم خدا بیامرزه، این موتور هوندا 4 سیلندر عقب وانت پیکان بود. می‌خواستم برم تهران ملازه
بعد موتورم با خودم آوردیم. یعنی که بچه های شرکت یاماها تعمیرکاران یاماها یه مهندس ژاپنی که ما اینجا یک موقع سربازی ما عجب عکسای قشنگی درست کردین ها. سربازی کردستان بوده نگشته بود. بله ترندش بودین. یه عکسش این موتور تلس 60 همون لحظه می‌خواستم برم تهران. این خواهر ما کلام مشهد معلمه، یعنی که استخر طیبات استخر به حساب طبیعی کجا بوده؟ بخشا. بله کجا بوده استخر؟ همین طیبات آخر بخشا بود. حالا اونجا خانه ساختن، این خوش شد آبش، مردم را اینجا آبتنی میکردن. از روی اینجا ما می‌خواستیم پرش کنیم، از شهربانی هم آمده بودن سربازا و فلان، یعنی که قله زنجه سوران میگن. این موتوری که الان تا عکسه موتوری خودم گرفتم موتور به جک زدم خودم رو عکس. نه موتوری چیه؟ تریل 360 حالا مثل کراسه. اگه خواسته بشن مثلا یک چیز توضیح بدون که مخاطب بهتر بدونن، زنجه کویه که انگار بعد سیرونه که پایین قبرستونه و کلا کوی شنسکیه، یعنی پر از شنه، مسیر خیلی سخت داره. موتور به شتاب داشت، خیلی شتاب. ما این توقعی که ما اصفهان تا این توی برچه اصفهان این توقعه یعنی که پرید مجنا این پرید تربت جامه یا تیباده. این فکرم پرید تربت جام بشه یا تیبات بشه. این ماشینا رو استاد از کجا میاردم مردم ماشینا رو خود مردم اعتماد میکردن ماشین. بله اینجا نگاه برادر الان اینجا ما زمین خوردم از 15 ماشین پریدیم مشهد. این هم شاروخ مکران آلمانه، 30 سال با آلمانه. همین برادر عکس میگیره. این سربازا مردم هجوم میخواستن بیارن که ما زمین خورده بودم. این سربازا بس نمیان، شروع کرد تیراندازی، تاق 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 تیراوایی زد که فرار که مردم بترسن نه جلو. بله این هم که قله توچال موتور تریال توچال تهران. یک آقای الان تو عکس هست، من همین الان با مشتبه داشتیم نگاه میکردیم، خیلی لذت بردیم. این آقای هست خیلی آدم هیکلیه، چارشانه. یاد شما کیه او؟ تو همین عکس توچال. او هم اینجا عکسه، یعنی اینه این رضاسی توی سمری قاسم پیروزی اینن که مایم. بعد آقا اینه علی. این کارخانه چی داشت؟ کارخانه ماکارونی. این تهران کارخانه رشته و ماکارونی نداشت. این مایم این همون علی آقا علی شاه رستمی، فامیل شاه رستمیه. آخ یادش بخیر، چه زمان بود. عرض دیگه که بچه سورانه. بله این فکرم زنجه عکس ام بغل زنجه. بله بچه هم سورانه آمدودن دوبه مجمع. این هم که طیبات سال 49 هم یک سال 49 سال 49 آمدن از تهران طیبات. بعد عکس گرفتیم. کسی که هم عکس گرفت خدا بیمارده فوت کرده، سید عبدالقادر سیدالحسینی دبیر بود. این که تو جیبا پادگان بیرجنده سفچار تو خود پادگان. خود سفچار انگار برای سربازا رفتن. بله. پریده. ما تو استادیوم بیرجند پرش کردیم، بعد به ما گفتن که به تو پادگان یک پرش برای سربازا بکن. این قول توچال علی شاه رستمی اینم که چیز آخ یادش بخیر. این که از آتیش پرش کردیم. یک عکس کجایه؟ چه استادیوم؟ این استادیوم طیبات نیست، تختی مشهد نیست. اینجا نمیدونم کاشمر گنبد. تو ما خیلی شهر ایران پرش کردیم. این که دیوار مرگ ما تو بیرجنده این نو ساخته بودیم. آها یه ما همون فیلمه که ما بساب ما توی امنا این مهمه اوی که پشت سر شما او چیز دارد فیلم بازی میکرد، چاق بود، اسم خوبی داشت. نگه موتور ما به قوی هیکلمند. هوچلی نبوده اسمی؟ کی؟ هوچلی. چرا؟ هوچلی بود. یعنی که تیم یاماهای تهران برای چیز هفته دفاع مقدس بوده. میرحسین موسوی بالا نشسته بود. یعنی که محمود چیزه همین جنازه هنوزم هست بکنم. همین جنازه بهش میگه همین توکیه برای خب بهش بچه هم میگه همین جنازه خودش هم میگه الان باش در ارتباطی. همین جنازه کرجه بله. به چی همین جنازه؟ چون زمین میخورده بیوش میشده، تپاش سخت بالا میشده،
باز دوباره کار میکنه. کار اخترنا میکرده میافتاده، یعنی که کال تایباده، کال مرغو اگه اشتباه نکنم. کال مرغو نه، این کار مولانا. کال مولانا مولانا الان هم فکر کنم بشه. مولانا جمعه رو بالا کال میشه، جا چی میجیری کال میجیری مگن. چقدر بود طول پرش شما تقریبا؟ این 35 دانش بود، با تنامت کردین 35 با پرش که میکردین 7 بود برتر، به خاطر اطمینان دیگه. اینجا هم که زمین خوردیم تبس بود، البته یه عکس اول که زمین خود عکس نگیره، بعد نه خودم انداختم بیا عکس بگیر که سنی پرش تمارز کرده باسازی بشه و این نه زنا و مردا تبسه. این دیوار مرگ یا تربتجام یا تایباده میچرخیدیم، یک بیده است و یک برکا. این هم که مشهد یا پارک مشهد یا پارک تهرانه. این هم که کال ملار داشتیم آزمایش میکردیم، یعنی مخواستم این جمعیت اینجا آمده منتظر بودن که ما پرش کنیم. این کال خیلی هیجان داشت، خیلی وحشتناک بود. ما دیگه تمرین که نمیتونست بکنیم، باید پرش کنیم مردم باشن. یعنی سکور که مگذشته ما رفتم ما پریدن قبلا پرش جای دیگه تمرین میکردیم، ولی اینجا تمرین نمیشد دیگه، چون دیگه کار خطرناک بود، مثل ریس بود. نزدیک 100 کیلومتر 90 کیلومتر سرعت میگرفتیم، اصلا پشت تپه سرازیر میشدیم، دیده نمیشد سکو. تقریبا به 60-70 متری وقت سکو من پیدا بود. خیلی پرگاز میدن پرش میکرد. این چی جمعیت نشسته دور بر. الان تیباتو هم که ما رو میریم که یادش بگه پرش سخت. قضیه دماوند چی از صعود شما به دماوند؟ قله دماوند افشته تا بچه های تهران گفتیم بریم قله دماوند. بعد بچه ها حرکت کردن، گفتیم صبح از حرکت کنیم. گفتم از راه از جاده میریم تا پلو رو اونجا بلدین که؟ بله. گفتم من راه بلدم از میام که به شما برسم. رفتم تو همون دعات چیز زاگون. اتفاقا دوستم اونجا به حساب چی داشته، خانه مهمی داشته، امیرفیض وکیل شاه بود. کدوم روستا رفته بودین؟ بله. شما از کدوم روستا مثلا بره؟ ما از همون طرفا بلد بودیم، از تو کوها گفتم من میانبر بره مرسم به شما میام. خاصه لاستیکش عوض کردیم، گاز گرفتیم رفتیم. هی دل سرصدای موتورا میاد، اینا رسیدن رو قله، ما عقب موندم. خاصه ما گاز گرفتیم، هی برو بالا. این کنه اینا برگشته بودن، یک مقدار رفته بودن دیگه، گفتن مشکل نمیشه، مثلا پودر خاکسنگ باشه مسیرش. گفتن امیرم که نیمده، خب خیلی رو حساب میکردن. ما خیال میگه درم من بالا است، موتوراش میاد. گفتن الان اینا میرسن سر قله دیگه، ما عقب موندیم، ما باید برسم. رفتم خلاصه کلام یک جا موتور گیر کرد، یک جای سخت باشه، حالا من نمیتونم جرات میگم پایین نمیشه رفت بالا. همونجا دیگه شب شد کم همونجا. خلاصه کولی پوشی داشتیم، هیچ هم خوراکی نداشتیم، یک کم نون خشکه از هفته‌های قبل توش بود همینطوری. حاضر بود یک لیوان آب، گفتم یک چای باشه 1000 تومن میخرم. 1000 تومن اون زمان خیلی بود. 1000 تومن همون شب انگار یک سال گذشت تا صبح شد. این شب تا صبح تا دماوند تا صبح همونجا تکیه بودیم، علف یک بوتوهای بود میکندیم، آتیش میزدم. خب هم پوری خاموش میشد، چیزایی بود مثل کا بود. خلاصه تا صبح شد و صبح دیدیم نه با موتور نمیشه، تکونش بدیم. گفتم پیاده میزنم برم. پیاده رفتم تا ساعت 2 بعد شد. بعد یک لندویر داره میاد، یک شیخ، 2 شیخ سواره لندویر ما عشق لندویر دارم خودم. خلاصه ما پر خاک و پلان کلام موتورچاری و خلاصه ما رو سوار کردن. گفتم ما موندیم موتور اونجا. گفتم ما تا هر جا میریم ما در خدمتیم. خلاصه پلور ما گفتم پیاده میشن دیگه، بسیار غذا نخورده بودیم. یک رستوران هم نه پلور بود چی بود، همون دور برا بود. خواسته رفتم اونجا چله کبابی گفتم 2 پا چله کباب بیار. خواسته نوشابه و خوردیم.
یه 2 روز بی چی نخورده بودم. خواستم خوردیم بعد رفتم سوار ماشین ها شدم آمدم تهران. همین تو کلاه موتورسواری پر خاک فلان لباس ها همطوری. رفقا شما اصلا دنبال شما نگشته بودن؟ چرا رفیقات رفته بودن به فدراسیون رو گفته بودن اگه امیر خبر نشد امشب هلیکوپتر برسن دنبالش بگرده پیداش کنه اطراف تمام. خلاصه ما رفتم اولین جا که رفتم کارخانه رفیق ما همونجا سن را بود. بعد تلفن کرد به همونجا که امیر آمده. خلاصه اینجور یک بخش که برم هنوز گونگه تی حالا خاطرات و داستانا که تعریف کردین، شما یک جای برای شما یک تلنگر مخوره که انگار اداره دارایی ول میکنن و مرن وارد تگ فیلم تگ فیلم قدیمی مرن حالا یک پرش انجام بده اینا. بعدی یک مسیر حرفه‌ای داشتن تگ موتور سواری، یعنی همین قضیه توچال این مسابقه توچال شما انگار اولین مسابقه رسمی موتور کراس بوده تا ایران. جوری که مثلا قهرمان موتور سواری ژاپن آمده بودن، اونا آمده بودن مثلا پیست بزنن اینجا. بعد مثلا عرضم حضور شما که اسپانسر داشته خود مثلا یاماها حتی اسپانسری بوده. 54 بود. شما مثلا اونجا نقش داشته. این قضیه این فاصله بین اینا چجوری شکل گرفت؟ چی شد که اصلا وارد دنیا حرفه‌ای شده؟ اصلا که در پیشار میدن که فیلم بازی میکنن پول میگیرن پولدار میشن و مثلا فردین و بیک و یکی دیگه بری دوزوقی ما خودمون یکم در پیچیگی بکنه برای خودمون یک کار پرشه ختم. فیلم های خارجی رو دیده بودیم که ایول کانیول مال آمریکا بود. ما الگو اونا بودن. ایول کانیول از دره گراند کانیون پرش کرده بود با موشک بس بود عقب موتورش. بعد چی شد که وارد دنیا حرفه‌ای شدن؟ چه اتفاق افتاد؟ دیگه گفتم ما دیگه باعث آمدم رفتم چیز سازمان تربیت بدنی و زمان گفتم ما رو مشتاختم تا اندازه گفتم میخوام بریم شهرستان پرش کنیم. ما بخشنامه نیستیم به تمام استانا هر جا بخواه بری آزاد بخشنامه نوشت به تمام استانا یک رونش موضوع دیگه که ما هر شهر بریم آزاد بشیم بخوام پرش کنیم مسابقه بدیم پیست درست کنیم هر کار بکنیم. خلاصه اینجوری شد. بعد دیگه اولین پرش ما گذاشتم به تهران که پرش کرده بودیم به صورت پولی نبود. تو استادیوم مشهد پرش گذاشتیم تبلیغ و تو روزنامه‌ها پخش کردیم و فلان و فلان. اتفاقا شبش برف اومد. فرداش کنسل شد. هفته دیگه باز برف اومد. بعد مدیرکل گفت حالا که اینجوری شده چیز کن بیاد تبس و فردوس و بیرجند گرمسی رو بعدا بیا مشهد. اشکال خوبه راست میگی. رفتیم و فردوس بیرجند دیگه کاشمر تا با دوز آمدیم مشهد تو ورزشگاه پرش کردیم. خب اون جالب بود. مشهد موتورسواری مشهد هم شرکت داشتن. فکر کنم اون زمانا هم کلا موتورسواری رشته ورزشی نمیدیدن، یعنی از یک جای به بعد. خب نه از طرف تربیتنی هنوز تایید نشده بود کمیته موتورسواری شده بود کمیته یعنی فدراسیون این شکلی کم شد کم. اتفاقا یه مدیر کل داشت آقای چی بود اسمش تو مشهد آقای کی بود گفت موتورسواری که ورزش نیست. اتفاقا ورزش جناب. بعدن که شد ورزشی خودش تعجب کرد. ای بابا اگه برگردیم به گذشته بازم سوار موتور میشین باز موتور سواری میکنه. بله پرشایی که قبلا انجام داده آسیبایی که قبلا دیده. انا دلم میخواد کالی یک بار پرشون فقط موتورم نو بشه یک گاز میگیره یک پرش میکنه. هنوز یک کم تو خونه ما هست کونوردی و پرش و موتور. شیر همیشه شیره استاد. این حرفا نیست. چند تا فیلم هم هست از حالا که مرور خاطرات زیاد انجام داده. یه 2 تا فیلم هم هست اینا رو هم الان برای شما نشون میدم. اینا هم چیزا جالبه حتما خوش شما میاد.
نه فیلم خود ما مشهده این مشهده آی لنکورو یادش بخیر بله این سنت کجا گیر آوردیم این بچه مشهده این خود با چیز مشهده میدونم کجا تو قند شیرین یک زمین خوبی داشت کارنی قند یک پریش تو کارنی قنده یکی توی سر فردوسیه تو انجمن سوارکاری یادش بخیر این سکو پریشمان دو موتور نو داشتیم اینجا پریشمان کنیم این کنارانه این یک سال کنارانه این فکر کنم همه مشهده خیره این فیلم اصلا من ندارم خیلی جالبه ای بله این داداش من شارخ و سکتور عقب جلو مبرن میگو آلمانه اینجا زمین خوردم واقعی زمین خوردم موتور گاز نگاه کنم شما ماشالله خیلی حرفه‌این آفرین یک کلیپ دیگه هم هست این دومی هم ببینه این خیلی جالب تره دومی هم همون جدید خیلی آهنگ خوشم میاد ای دادی ای پدر ما ای فیلم تو اصلا ندیدم مادر ما تو تریلی که ما برفتیم بندر خب همین آهنگ همش تو یک پلاش میگشیم همین آهنگ ای موتور چوپا بای مادر جان خدا بیامرزه ای شارخ مانه میگن آلمانه هوندا 4 سیلندر صفر بابا ای خدا اوه دست شما عالی بود تاثیر را گرفتم این کلیپ ندیده بودین خود شما خدا در بهش همین تو جای ما بده خوبه با خودم عشق داشتیم اینقدر که در بهش ما هو پری نمیخوام همینطور مثلا سابقات و فلان موتور بدن بشون بله الان اگه مثل بشین برین سفر خد موتور و یک نفر بتنه خد خوب برین خد کی میره مسافره یک نفر بخوام ببرم باید تو خط موتور باشه دیگه مثل خودمون باشه یعنی دکتر یایار نم برین خد خوب دکتر یایار که دیگه نمیاد دکتر و موتور سوار میشه اصلا موتور سواری تکی بهتره چون میتونه ویراج بده فلان کنه وقتی یک عقبش سوار باشه ما زمین تیباد با موتور رفتیم یک بار با پسر ما الیاس که الان تهرانه تا اصفهان اینجا رفتیم گناباد تیتور بیدره بعد گناباد شب گناباد خوابیدیم پتو اینا داشتیم صبح رفتیم کبیر و فلان وقت جاده اسفالت نبود به صورت شب تو پارک گناباد خوابیده بودیم یه بردیم پلیس آمده آقا شما کجا اینجا تماری تیمارشایی تو اینجا چیکار میکنی بچه تیباد بود محیبالی بود فکر کنم اسمش بچه تیباد بود دیگه ما رو شناخت گفت برم خانه گفتم نه دیگه ما اینجا تو تابستونه پتو هم انداخت روی چمن ها خوابیدیم خلاصه خیلی خاطره داریم ما برادر الان در حال حاضر
طی سن و سال که الان هستین این روزا چی شما چند بده؟ چند بده که با موتور برم مسافرت. فقط موتور. همین الان با ماشین حال نمیده، ولی با موتور حال میده. موتور 4 سیلندر 750 که دارم گاز بگیریم. همین شعورزاد فکر از موتور 750 موتور ممنوعه، موتور ممنوع شده. 250 بالا ممنوعه در ایران فعلا. ولی خب ما چند بار باش رفتیم تور بیدریه با موتور خود ما 750 ما. پلیس آمد آقای موتور قاچاقه. گفتم قاچاقه خب فلان. ما که تو شهر سوار نشدیم، تو آمد بیرون شهر پارکه. خلاصه ما دورو بر مال پارک ملت تور بیدریه بودن. آقا ایشون قهرمان فلان ولش کن. خاصه پلیس رو گفت و تو شهر نه با موتور. باشه خیلی خوب. آقا دست مدد نکنم، ما خیلی خوشحال شدیم. تیمورشاهی قهرمان موتور سواری اسم کوچیک شما چیه؟ معین. جان؟ معین استاد. معین آقا؟ بله. کوچیک شما؟ یک آقا معین هست همین طیبات پمزین رمضانی. آقا معین رفیق ما میشناسین؟ معین رمضانی یک معین خواننده که ما کلیپاش دارم. ما معینا او بیکاره و فقیره مایم دیگه. باز اون بقیه معینا معمولا آدم ها معروفه همه جز ما. باعث افتخار بود در خدمت شما باشیم. ما خیلی امیدوارم که همیشه شاد و سرزنده و قبراق بشین همینجوری که تا الان بوده و دم شما گرم که تا اینجا همراه ما بوده. امیدوارم که این اپیزود خوش شما آمده بشه، لذت برده بشین. استاد تیمورشاهی یک گنجینه بسیار بزرگ هستن در حال حاضر در طایبات که ما خاک پایم بزرگوار شما. در واقع میشه گفت که مبدع صنعت اکستریمنت که در حال حاضر وجود داره ته اطراف ما، یکی از اولین کسایی که ته ایران کار میکرده استاد بودن. قهرمان موتور سواری بودن، چه میدونم پرش انجام دادن، توقه انجام دادن و باعث افتخاره که در خدمت شما. خواهش می‌کنم. امیدوارم که همیشه زنده باشین. ما روحیه دادی شما. سالم بشین بزرگوار و شب شما بخیر. یه چند لحظه ایست کردم اون زمانه باور کنه همین عکس‌ها رو دیدم درست رفتم تو اون زمان.